فکر کنم وقتش رسیده که بازی رو ترک کنی. درست نمیگم؟ چی؟ داری زندگی همه رو تباه میکنی. مایکل اینجاست چون فکر میکنه تو بیگناهی. اون بهت گفت؟ اون به من چیزی نگفت، ولی من میدونم لینکلن. میدونم برنامه اون چیه. بگو ول کنه. اگه اونو دوست داری بگو ولش کنه. من فیلمو دیدم. چیزی که تو اون فیلم واقعیت نداره. من دقیق نگاه کردم. من اونجا بودم. اینو یادم میاد. اون شب حالم خوب نبود. مواد مصرف کرده بودم تا با این قضیه کنار بیام. من هیچ وقت ماشه رو نکشیدم. طرف قبلش کشته بودم. آره هزاران بار اینو همش توطئه بود. اون شب من رفتم اونجا که دینمو ادا کنم. سیمون خرچنگه به خاطر بدهی 90,000 دلار غر میزد. گفت اگه یه دلال کشف مواد مخدر رو از سر رام بردارم پاک میشم. من هرگز ماشه رو نکشیدم. فقط میدونم یه نفر می‌خواست اون شب من